وقتی اسم سگ میاد خیلی ها یاد یه موجود بامزه و بازیگوش میافتن که دم تکون میده و دنبال توپ میدوه. اما واقعیت اینه که بعضی از نژادهای سگ قدرت بدنی، فک، استقامت و جسارتی دارن که واقعا فراتر از تصوره. این قدرت لزوماً به معنی بد بودن یا خطرناک بودن نیست. بیشتر به خاطر ساختار بدنی، سابقه کاری مثل نگهبانی، گله‌داری یا حتی جنگ‌های قدیمی شکل گرفته. بعضی از این نژادها اگر درست آموزش ببینن فوق‌العاده وفادار و قابل کنترل هستند. اما اگر دست افراد ناآگاه بیفتن میتونن مشکل ساز بشن. امروز میخوایم با 7 نژاد سگی آشنا بشیم که قدرتشون واقعا شگفت‌انگیزه. شماره 1. روتوایلر. روتوایلر اون نژاد سگیه که وقتی راه میره انگار زمین زیر پاش حسابی سفت میشه. یه بدن کاملا عضلانی، سینه پهن، گردن کلفت و نگاه جدی که از همون دور بهت میگه حواستو جمع کن. این نژاد اصلاً برای بغل کردن و دکور خونه ساخته نشده. از قدیم برای هدایت دامهای سنگین و نگهبانی از اموال استفاده میشده. یعنی قدرتش تو دی ان ایشه. قدرت فک روتوایلر واقعاً بالاست و وقتی چیزی رو بگیره به این راحتی‌ها ول نمی‌کنه. اما نکته مهم اینه که این قدرت بدون کنترل نیست. اگر صاحبش بلد باشه چطور تربیتش کنه، تبدیل میشه به یکی از وفادارترین و قابل اعتمادترین سگ‌های دنیا. روتوایلرها معمولاً به خانواده خیلی وابسته میشن و نسبت به غریبه ها حالت محافظتی میگیرن. مشکل از جایی شروع میشه که این نژاد دست آدم بی تجربه بیفته. چون روتوایلرها نیاز به صاحب قاطع و آموزش جدی دارن. اگه تربیت درست نباشه، اون قدرت بدنی بالا میتونه دردسرساز باشه. اما اگه درست هدایت بشه چی؟ یه محافظ فوق‌العاده که تا آخرین لحظه کنار صاحبش میایسته. اینجاست که میفهمی چرا همیشه تو لیست قوی ترین هاست. شماره 2. پیتبول. پیتبول اسمش به تنهایی کلی بحث و داستان پشتشه. این نژاد از نظر بدنی واقعاً مثل یه فنر فشرده است. عضله خالص، انرژی بالا و استقامت عجیب. بدنش شاید به اندازه بعضی از نژادها بزرگ نباشه، اما تراکم عضلانیش باعث میشه قدرتش بیشتر از چیزی باشه که فکر میکنی. پیتبول ها آستانه تحمل درد بالایی دارن و وقتی تمرکز کنن فوق‌العاده سرسخت میشن. همین ویژگی باعث شده تو گذشته برای کارهای سخت و حتی متاسفانه در مبارزات غیرقانونی ازشون استفاده بشه. اما این یعنی ذاتاً خطرناک هستن؟ نه دقیقاً. واقعیت اینه که این نژاد شدیداً تحت تأثیر تربیته. اگه از طولگی اجتماعی بشه، آموزش ببینه و انرژیش تخلیه بشه، میتونه یکی از مهربونترین سگ‌های خانوادگی باشه. حتی خیلی ها بهش میگن سگ پرستار بچه، چون با بچه ها صمیمی میشه. اما اگه آموزش نداشته باشه یا تحریک بشه، اون قدرت فک و عضله میتونه مشکل ساز بشه. پیتبول بیشتر از این که خطرناک باشه قدرتمنده. این آدم ها هستند که تعیین میکنن این قدرت به چه سمتی بره. شماره 3. ژرمن شپرد. ژرمن شپرد یه ترکیب ترسناک از هوش و قدرته. یعنی فقط زور بازو نیست، مغزم پشتشه. این نژادو تو پلیس، ارتش، عملیات نجات و حتی کشف مواد مخدر زیاد میبینی. چرا؟ چون هم قدرت بدنی بالایی داره و هم فرمانپذیری فوق‌العاده. بدنش متعادله، نه بیش از حد سنگین و نه سبک. همین باعث میشه هم سریع باشه و هم قوی. ژرمن شپرد میتونه با سرعت بالا بدوه، بپره، حمله کنه و در عین حال دقیقاً طبق دستور عمل کنه.
این سطح از کنترل روی قدرت چیزیه که خیلی از نژادها از اون محرومن. اما این نژاد هم مثل بقیه یه نکته مهم داره: نیاز به فعالیت و آموزش. اگه بیکار بمونه یا انرژیش تخلیه نشه، ممکنه عصبی یا مخرب بشه. ژرمن شپرد عاشق کار کردنه. عاشق اینه که یه وظیفه داشته باشه. به همین دلیله که وقتی کنار یه صاحب مسئول قرار بگیره، تبدیل میشه به یکی از متعادل‌ترین و در عین حال قدرتمندترین سگ‌های دنیا. شماره 4. کانگال. اگه بخوای درباره قدرت خام صحبت کنی، کانگال یکی از اولین اسم‌هاییه که میاد وسط. این سگ ترکیه‌ای برای یه کار خیلی جدی پرورش داده شده: محافظت از گله در برابر گرگ و حتی حیوانات بزرگتر. یعنی طرف مقابلش یه سگ معمولی نبوده، گرگ بوده. همین باعث شده تا یه سالها انتخاب طبیعی فقط قوی ترین ها باقی بمونن. کانگال جثه بزرگی داره، سینه عمیق، پاهای محکم و گردنی که کاملا عضلانیه. اما چیزی که اسمش رو جهانی کرده قدرت گاز گرفتنشه که جزو بالاترین ها در بین نژادهای سگ به حساب میاد. اما نکته مهم اینه که کانگال بی دلیل حمله نمیکنه. ذاتش بیشتر محافظتیه تا تهاجمی. یعنی تا وقتی تهدید واقعی حس نکنه معمولاً آرومه. این نژاد برای زندگی آپارتمانی ساخته نشده. فضای باز میخواد، مسئولیت میخواد و صاحب با تجربه میخواد. اگر احساس کنه خانواده یا قلمروش در خطره، بدون تردید واکنش نشون میده. قدرتش به قدریه که واقعا نباید دست کم گرفته بشه، اما اگه درست تربیت بشه تبدیل میشه به یه دیوار دفاعی زنده. شماره 5. دوبرمن پینچر. به دوبرمن که نگاه کنی، اولین چیزی که به ذهنت میاد سرعت و دقته. این سگ مثل یه ورزشکار حرفه‌ایه. پر از عضله اما جمع جور، سریع اما کنترل شده. دوبرمن ها برای نگهبانی شخصی طراحی شدن و واکنششون به تهدید خیلی سریعه. قدرت دوبرمن فقط به فکش نیست، به چابکی و تمرکزشه. میتونه در کسری از ثانیه از حالت آرام به حالت دفاعی بره. به همین دلیل سالها به عنوان سگ گارد و محافظ استفاده شده. ترکیب هوش بالا و قدرت بدنی باعث میشه وقتی آموزش ببینه دقیقاً بدونه کی باید واکنش نشون بده و کی نه. اما این نژاد حساس هم هست. اگر از نظر روحی خوب پرورش پیدا نکنه یا اجتماعی نشه، ممکنه بیش از حد محافظتی بشه. دوبرمن‌ها وابستگی عاطفی زیادی به صاحبشون دارن و اگر حس کنن خطری وجود داره، سریعاً وارد عمل میشن. این یعنی قدرت همراه با واکنش سریع، ترکیبی که واقعاً تأثیر گذاره. شماره 6. کین کورسو. کین کورسو یه سگ ایتالیاییه که ظاهرش به تنهایی میتونه هر کسی رو جدی کنه. بدن سنگین، استخوان‌بندی قوی و سری بزرگ که کاملاً حس قدرت رو منتقل میکنه. این نژاد از قدیم برای محافظت از املاک، دام و حتی در گذشته‌های دور برای کارهای نظامی استفاده میشده. کورسوها اعتماد به نفس بالایی دارن و نسبت به قلمروشون حساسن. وقتی کنار صاحبشون باشن معمولاً آرومن، اما اگه غریبه‌ای وارد حریمشون بشه فوراً حالت دفاعی میگیرن. این نژاد نیاز به رهبر قوی داره، یعنی صاحبش باید آرام، قاطع و با تجربه باشه. از نظر فیزیکی کین کورسو واقعاً قدرتمنده، هم در گاز گرفتن، هم در هل دادن و هم در استقامت. اما مثل بیشتر نژادهای این لیست، اگر انرژیش تخلیه نشه یا آموزش درست نبینه میتونه مشکل ساز بشه. در عوض اگر درست تربیت بشه یکی از وفادارترین و قابل اعتمادترین محافظ هاست. شماره 7. مالاموت آلاسکایی.
مالاموت آلاسکایی شاید ظاهرش بیشتر شبیه یک گرگ مهربون باشه، اما قدرت بدنیش شوخی بردار نیست. این نژاد برای کشیدن سورتمه در شرایط یخبندان قطب پرورش داده شده، یعنی ساعتها کار سنگین تو برف و سرمایه شدید. این سطح از استقامت خودش یه نوع قدرته که کمتر دیده میشه. مالاموت ها استخوانبندی درشت و عضلات قدرتمندی دارن. شاید ذات تهاجمی مثل بعضی از نژادهای نگهبان نداشته باشن، اما از نظر فیزیکی فوق‌العاده قوی‌اند. میتونن وزنهای سنگین رو جابجا کنن و انرژی زیادی دارن. نکته مهم درباره مالاموت اینه که مستقلن، یعنی گاهی دوست دارن خودشون تصمیم بگیرن. به همین دلیل صاحبش باید صبور و با حوصله باشه. اگه این نژاد درست تربیت بشه تبدیل میشه به یه همراه وفادار، اما همچنان قدرت بدنی اونها چیزی نیست که بشه اونها رو نادیده گرفت.